رفقا باز سلام. بازم امروز اومدیم به ولاگ جدیدمون با یه خونه 2 طبقه. خونه متروکه قبلیمون توی یکی از روستاهای دور افتاده بود. الان توی یه دونه خونه 3 طبقه اومدیم و 2 طبقه 3 طبقه نزدیکه. اومدیم اینجا چون الان یکم برای نزدیکم به گروه زیاد رفت میدیم. الان پارت اول هستش. ایشالا پارت دوم هم تو قسمت شب میذاریم با چالش‌های زیاد. اینجا چرخ گردون سینم خواهیم بذاریم. حالا واسه اولین بار پارتی که اومدیم میذاریم یه بازدیدی کنیم و اطلاعاتی اینجا یکم کسب کنیم و بیایم بگیریم. بیا به بالکن. خونه رو کلا بگیر اون نمار ببین. خونه چیه؟ خونه در کنار خونه هست این بقیداشون خالی کردن. Nope. نه اینو نبید. نه خوش شده. Huh? اوجی ازمه تو ببین زود آمد. خیلی خوبه. بیا اجازه بدید یه لحظه زبر. نه اجازه بدید آقای نه یه لحظه زبر. اولین قسمتتون با تخریب بالکن شروع می‌کنیم. سیمان چقدر سفته ما شروع کنم بزن. آقا نگه نکن. باش راحتش کن. رفت. حالا این قسمت هم بریزیم و بریم سراغ ادامه دیگه. خب دوستان بریم اون طرفا رو هم ببینیم. دوستان من این کار کردم که بفهمیم این خونه است. Are you sure about this? الان ما روز اومدیم چیزی معلوم نیست. تا شب قرار چالش بزنیم حتما پارت دورم ببینید. بله. بیایم تو. قرار اشغال کن. اشغال فقط توی خونه هست. تو خواب سیستم بگیر. اصلا ببینید داغونه کنه. آه. سنده آجی اینجا مخابه این نمای از بیرون پیام‌های بازه خونه دو خوابه در حال معرفی کردن. خونه حالا طبقات دوم میبینید اینجا میدیدی بگیرید. بیا بابا بیا نگه بابا بیا نگه آقا بیا نگه اونجا نگه چون من یکم عادت کردم به این ترس خونه متروکم همینطوری بودم تو روستاه. حالا باز یکم اینجا یکم منو ترسون. 2 تا سنگ افتاد تا الان. یکی یا پرت کرد یکیش هم که از بالا افتاد. دوستان بریم طبقه دوم. حالا ما رو باز داشته باشید. کجا میدی؟ محسن نترسون آقا. محسن نترسون. آقا محسن بخواست ما رو بترسون. من اینطوری کردم الان نگین ویدیو ساختگی محسن بنداز من نترسون. میخواست ما رو بترسون. بیایم بریم بالا. داشته باشیم پله ها رو چیز نداشته باشیم با من خیلی خطرناکه. آقای فیلم کلا ریزش کرده پله هایی بگیرید. ده ها چند ریزی. خب اومدیم دوستان طبقه دوم. احساس میکنم اینجا بزرگتره محسن اینجا. خب اینجا هم مرحله دوم نوساز فاهم بود. این دیوار رو ما قبل از ویلا دیدیم. این کرم نشده. حالا خودم بیام. اینجا رو اگه نکن قدرت علی بیاره کیسه خودم بیام. خب اینجا یه بیله جا بگیر
دلقه چیش کوچولو کنی این هشتما میدونه این چیه دلقه درشته توی فارسی هشتم هستش چیش کوچولو خب رسیدیم به بالکونه خب شوله ها اینا رو اینطوری کیروزاده بزرگ شدم میتوسن نرنتا نکن خب آقای فیلمرده دست بزن داره ما بریم مدل از جاش داره در میاد یواش یواش بریم اون بر کم نرید آی Tecnologia! بیرون دوش کنم چی میدونه بیزه این زدی اینجا اصلا نمیدیم ها چی بودی؟ نمیدونم یا شما یا دلگه درشته آقا با اجازه نکن میدونم من نمیدونم یا این بچه های من داره منو میترسونه یا الان محسن رفت اون بر حالا من بیاین برون ببینین خودش الان رفته اونجا بیاین این بر خب این بلا بیا اگه دیده باشین الان تو طبقه دومیم بالکن الان محسن نذاش ریزش کنم الان خودش داره از منو میخواد بترسونه من نترسم توی طبقه پایین گرفته بزد این دقیقه واسه احتمالا داره از پنجره پرد میکنه تو پایین ارتفاقه این ارتفاق چی ایناست چی کنه اینجا بگرم محسن بازم بفهمم این ویدیو پیش من داره میترسونه بگرم یه زون میترسونه مثل خیلی آقا نکن من میترسم میدونم من میترسم نکن دعوا داری؟ دعوا دارم آره بخوام اینو بکنم کله آقا ببین اینا میخوام منو بترسونه دوستان عزیز چیش کوچولو رو میخوام بترسونم اما دوستان طبقه یک که دیدیم اون دوتا واقعیت بود نمیدونم حالا از بیرون بود یا ساختمان یه جزئی چیزی داره بریم دوستان طبقه چهار من بیام چه میفته محسن هیچ دهنم هست وای اینجا حواستون باشه فیلم مردر بیا فیلم مردر اون احتمالا ترسیده فیلم کجایی نیما رو ببین عظیمت رو ببین کشور میگم کشور آقا بگیر اونجا آقا من نمیرم اون احمقه سوال قشنگی به تو هیچ ارتباطی نداره. کار میکنی تو خود درگیری داری؟ کجا بشیدی؟ فیلم مردر تو کف هنوز محسن! ترسیدم سرده تو کرده خب بیان اینجا از این ما یه صحبت ریزی کنیم دوستان این ولاگ نبوده در واقعیت این یه دونه بازی از این خونه بود اومده اون گر که محسن گر که ترسون نمه یعنی فکر کنم پر کرد بیا اینجا ببینید این واقعیت یه ولاگ نبود وایسا محسن حرفم بزنم این یه ولاگ نبود این فقط یه بازی از خونه بود که انشالله ویدیو پارت دوم میذاریم قرار شب بیایم چالش‌های چرخگردون بذاریم اینجا خیلی ویدیو جذابی خواهد شد و خیلی هم حال میخواد بده بیا اینجا بابا اونجا میبینه امسایه ببین این خونه اینجا این از اون خونه ها نیست داره سوسانا نگاه کن جمونگو ببین خیلی کن بابا به به تلویزیون بیا آجی این ردیفی خونه رو زدم ببین ویو عوضی آجی چی میشه؟ لایک و دنبال کنن نه اینطوری باشه آره اینطوری دنبال کنین لذت ببریم بریم دوستان این ورانم چیکی کنیم بابام خیلی سرده
نظر رفقا نظراتون رو بگید نکن کرمریز وای حاجی منو دیدین الان زنگ میزنم همون بیایید بچه یه دورم بزنیم و بعد به سوی خروجیت بریم و ولاگ بازدیدم تمام کنیم محسن نریز کرم من همینجا بلاگ تمام میکنم بلاگ تمام شد خدا سرتون من با این بشکنم خب بریم باز حالا من پایینم یه چکاری کنیم و آخرین مزه داسته حرف آخر رو بریم حرف آخر میگم حرف آخر رو کنیم و بریم اینجا خیلی بد شکل دماغ خیلی باید کرمو بریزی بری نه؟ یه برو بینم اون نده بابا برو این یعنی اکسر باشه کامنت کرمریز یادتون نره ای دوستان اگه چنل منو دنبال کنین حتما کامنت بذارین محسن کرمریز یا قاتل دروغ میگه برو بینم اینجا رو میخوام با حرکت حرفه‌ای برم باز بازگشت اینجا با این دیسکوتو رو بگیر خیلی ولاگ باحالی شد فقط ولاگ بازدید حالا ولاگ اصلی رو خیلی میخوایم بشینیم و چراغ رو بسوزونیم و مهمونای جدیدم داریم مهمونای جدیدم میخوایم داشت اینجا میخوایم بشینیم و چالش چرخ گردون رو بریم داخل چرخ گردون بازی هایی هستش که باید در خونه تنهایی یا چند نفر انجام بدیم کرم بریزی بیدم منم دم آخر بریزم بریم دیگه بریم کرمای تو تمام نمیشه هشتگ کرم بریز به من چه؟ تو مگه نبودی الان نخیر هشتگ کرمبریز.com آقا این دیگه محسن این من نبودم مرم دوست داریم برم بترسونه نبودم الان وای مرم حاجی خونه داره ازلان شروع میشه به احتیاج حاجی بگیر بمیشه کنون داتو رو پت داد بابا اینو دیگه ببینیم ایلیاریک اکسترا نه نداره موشه کسی نمیده اونو من دستم ایلیاریک اکسترا نمیشه سی خودتو نندازی محسن با کرمای دم آخرمون است یادتون باشه برو دیگه اینجا شیری سیاسی مرداد بیا کمک بیمار بایستدین موز داره ما نگاه میکنم با همینطور بازی سگاه کامرای ریال شکستر حتما چنل ما دو نفر صاف کنیم ببینیم بایسته اونو نزن اینجا بیدار میکنیم من میام نه با اونه توی مدام که میگیری دیگه آقا این صحنه رو با هم جشن میگیریم
رفتی شد بازی. اینم بلا یه تخته این ولاگ بازیده. اوه. چرا نمیفته؟ اینا اوه. به به رفقا کرممو ریختم بالاخره. بریم دوستان طبقه پایین. اونجا هم نزدیکم به نزدیکم به خروج. نه این کلاش تمام نمیشه. بریم کنم 8 کرم ریز دستم. یواش یواش داریم به مرحله خروج نزدیک میشیم. بابا محسن ساعت هم فیلم مردار بگو چه ساعت چنده؟ ساعت اگه 6 ساعت 6 غروبه. دوستان بیا اینجا رو بگید. دیدی؟ محسن طبقه بالا سینه سوزا برد شد. دوستان ویدیو رو قطع میکنیم احتمالا بدن دمیده. دوستان فعلا خداحافظ.